گفت خدایا من دخترعمویی داشتم، دنبال دخترعمو بودم که به حرام تمکین من بشود، نه در حلال خدا. دنبال دخترعمو بودم که به حرام، در حرام تسلیم من بشود. ولی دخترعمو مؤمن بود. هر بار که طرفش میرفتم منو تذکر میداد و نصیحت میکرد، تا اینکه قحطی افتاد در منطقه. من پسرعمو وضع مالی و اقتصادیم خیلی خوب بود. یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه قحطی همه جا رو در بر گرفت. دخترعمویی که سالهای سال دنبالش بودم که تسلیم من بشه، تسلیم نمیشد، از خدا میترسید. یه روزی در خانه من زد، در باز کردم که دخترعموست. گفت پسرعمو میدانی قحطی شده، خدا به تو مال داده، امکانات داده، یه مقداری از اون امکانات در اختیار من بگذار تا بتونم خودم از مرگ نجات بدم. پسرعمو در منتهای بیرحمی گفت من در اختیار تو قرار میدم به همون شرط قبلی که خودتو تمکین من بکنید. دخترعمو سرش انداخت پایین، رفت خجالت کشید، دوباره برگشت، نیاز داره. دوباره رفت و برگشت، دوباره رفت و برگشت. هر بار که برمیگرده پسرعمو همون شرط رو مطرح میکنه. انسان نمیدونم بعضی موقع هوس حرام میکنه، در صورتی که همین دخترعمو راضی بود که زن حلالش بشه. تو هم پول داری، عقدش کن، زن حلالت باشه. چی لزومی داره که هی بگی شرط داری؟ کافیه که یک صیغه خونده بشه، زن حلالت میشه. ولی شیطان نمیذاره که صیغه خونده بشه. تا اینکه بعد از چند بار رفتن آمدن دخترعمو تسلیم شد. مسئله به جای پیش رفت که به جای باریک رسید، جای خطرناک و حساس. قبل از اینکه دامان عفیف و پاک دامن دخترعمو آلوده بشه توسط پسرعمو، دخترعمو فریاد زد. اونجایی که دیگه کار میخواست به نقطه صفر رسید، دخترعمو احساس خطر کرد، دوباره فریاد زد: یا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقها. ای پسرعمو از خدا بترس، اتق الله، و این کار رو انجام نده مگر با حقش. حقش یعنی صیغه عقد شرعی باید خونده بشه، حلال. خوب دقت بکنن برادرها که پسرعمو سالهای سال دنبال دخترعمو بوده و حرام محاله که به چنین جایی برسه بتونه ترک حرام بکنه. اما همین کلمه اتق الله یا ابن العم، از خدا بترس پسرعمو، همین کلمه سبب شد که دل پسرعمو را برارزاند و خدا ترسی را در پسرعمو ایجاد کند. پسرعمو بلند شد. فاصله پسرعمو تا زنا کمتر از 1 ثانیه بود. فقط همین کلمه اتق الله نجاتش داد. پسرعمو از اون حالت سخت بلند شد، لباسشو پوشید، کلید خزینش دست دخترعمو داد، گفت این ملک مال توست، هر چی بخوای برو استفاده کن. خدایا منو ببخش. اگر این دخترعمو نمیگفت اتق الله، چه فاجعه‌ای رخ میداد. بعد پسرعمو درسش میلرزونه اینطوری، میگه خدایا اگر من از اون صحنه خیلی سخت فقط به خاطر کلمه اتق الله بلند شدم، خدایا مشکل ما را حل بفرما.